اگه این سابسکرایبر بتونه رونالدو رو توی مسابقه تک به تک شکست بده، این $1,000,000 مال اون میشه. تو این ویدیو شما قراره ببینید که بزرگترین، قوی ترین و سریعترین ورزشکارای دنیا با آدمای معمولی رقابت میکنن. بریم با تام بردی شروع کنیم. حاضری رقیب تو ببینیم؟ ما اینجا یه بازیکن فوتبال آمریکایی دبیرستانی به نام جیکو داریم. قرار نوبتی توپا رو به سمت این بادکنک‌ها پرت کنید و اولین کسی که همه رو بهتره کنه این 100,000 تا رو میبره. و از اونجایی که تام 7 تا مقام قهرمانی سوپر بول داره، خب مسلماً بادکنک‌های اون یکم کوچیک‌تره. جیک، مسلماً تو باید شروع کنی چون تو 7 تا مقام قهرمانی نداری. خب برو سراغ اولیش. اولین رقابت تک به تک شروع میشه. پرتاب خوبی بود. تازه اولش. تام انگار نوبت توئه. خیلی خوب بزنم. وای زد. خیلی سریع اتفاق افتاد. بازیکنه که بعدی تو فاصله 18 متری. وای خدا جون، هر دو تاشو زد. باورم نمیشه. تامون رقیب تقا تشویقش نکن. بود شگفت زده شدم. 18 متر که البته برای تام شک دارم چیز خاصی باشه. حالا شد واقعا به هدف نزد. تقصیر بارون بود. ببینم تو زنگ زدی بارون بیاد؟ نه ولی من گفتم همکلاسیای دبیرستان جیک بیان تا تشویقش کنن. بریم جیک. برو جیک برو. وای ای تلاش خوبی تام، بود. امیدوارم این دفعه دیگه خطا نزنی. امیدوارم. برو تو کارش. باریکلا. خب حالا مساوی شدن. یکی میخوره، مطمئنم یکی میخوره. ای وای، پرتاب خوبی بود ذره جیک. مونده پرتاب خوبی بود. تام ببینم تو چه میکنی. اوف جیک، دلش باید همه تلاشتو بکنی یکی دیگه بزنه تمومه. اون وقت این 100,000 تا به جای تو میره واسه خیریه. شما میگی جک میتونه؟ صبر کنید، هنوز تموم نشده. نوبت تامه. پرتاب 50 متری. مسافت خیلی زیاده جیمی. بابا اینا خیلی بیادمن. راستشو بخواین فکر میکردم این چالش واسه بردی بزرگترین کوارتربک دنیا مثل آب خوردن باشه، ولی خدای این پرتاب 50 متری واسه هر آدمی یه چالش. مهم نیست چقدر حرفه‌ای باشی. وای جیک پرتاب خوبی. قرار نیست با وجود این داداشمون زیاد خوش شانس بمونیم. بزن نجاتش بده. تام داره نزدیکتر میشه. سر این مهمترین لحظه زندگیت، اگه توپو بندازی هم 100,000 تا رو بردی، هم تام بردی و جلوی 200 میلیون نفر آدم شکست دادی. یالا جیک از پسش برمیای. تبریک تام بردیو شکست دادی و این 100,000 تا هم بردی. ولی هنوز یه عالمه ورزشکار خفن دیگه تو این ویدیو هستن، از جمله بزرگترین فوتبالیستی که تا حالا وجود داشته، کریستیانو رونالدو. ولی قبل از اون بریم ببینیم یه آدم عادی میتونه سریعترین دونده دنیا رو شکست بده یا نه. ایشون نوآ لایسه، 3 بار قهرمان دنیا شده و برنده مدال المپیک. اون سریعترین دونده حال حاضره و هیچکی نمیتونه توی مسابقه تک به تک شکستش بده. و سر $100,000 اون قراره با جونا رقابت کنه. دوست من چاقترین مرد جهانه. اگه نوآ ببره من پولو میدم به خیریه و اگه جونا ببره پولو میزنم به کارتش. از اونجایی که شانس برنده شدن جونا منفی 200%، ما میخوایم بهش یکم ارفاق کنیم. این یه مسابقه 200 متره، ولی خب در ازای یه مقدار از پول جایزه ما به جونا ارفاق میکنیم. در ازای هر $10,000 که بذاری از جایزت برداریم، ما 10 متر فاصله تو تا خط پایان نزدیکتر میکنیم. مثلا میتونی از اینجا شروع کنی، اینجوری 10 متر جلو میافتی. تو 5 ثانیه له میشم. بریم سراغ بعدیش. 80,000 تا چطوره؟ نابودم. به نظرم اگه واقعا میخوای ببری بهتره از اینجا شروع کنی. 40,000 تا هم خوبه، باش میتونی یه ماشین بخری. خب 40 تا خوبه، بزن بریم. از جنابالی از اینجا مسابقه رو شروع میکنی. 60 متر جلوتر از رقیبت با یه جایزه $40,000. مطمئنم قبل خط پایان عضلاتش میگیره. چیمو بذارم کجاش؟ داداش باید پاهاتو بذاری اونجا. اون اندازه نصف یه زمین فوتبال ازم جلوتره. احتمالاً برعکس نظر مردم رقابت نزدیکی میشه. خب دونده های عزیز حاضرید؟ ببینیم جونا میتونه سر $40,000 سریعترین انسان دنیا رو شکست بده؟ با علامت من. آماده؟ شروع شد. وای جونا چه میدوه. برو جونا، برو جون مادرت، برو دیگه لا بستم. بدو ماشاءالله. تو خدای من الان به هم میرسه. داره میاد. چه وضعیه؟ داره به هم میرسه. بدو الان به میرسه. چیزی نمونده. بدو چیزی نمونده. بدو جونا.
داره مسخرش میکنه. آی خدای من، فاصله رو ببین. راحت رسید به خط پایان. انگار یوز پلنگ افتاده بود دنبالم. دیگه نمیتونم. منو کول کن. نمیتونم بابا، این سگ عرق کردی. اون چرا رو زمینه؟ خیلی خوب. من این زندگی دیگه نمیخوام. پول جایزه نوآ میره برای این خیریه، ولی نوآ لایز قراره دوباره برگرده تا با سریع ترین استریمر دنیا مسابقه بده، آیشو اسپید. ولی فعلا بیاید بریم سراغ رقابت بیسبال. تو رقابت تک به تک بعدیمون ما خفن ترین توپ زن مناطق محروم یعنی بیگ جاستیس رو داریم. داشتمون رکورددار مناطق محروم و کم برخورداره و امروز قراره با یکی از بی‌رحم‌ترین توپ زنای تاریخ بیسبال رقابت کنه. یا خدا آقا این خیلی نامردیه. لیست افتخارات برایس هارپر اصلا قابل شمارش نیست. اون بیشتر از 300 تا هوم ران داره و شمردن لیست افتخاراتش واقعا از حوصله این ویدیو خارجه. خلاصه که داشتمون جزو خفنای روزگاری. خوشحالم امروز شما قراره با هم یه رقابت تک به تک هوم ران انجام بدید. ولی از اونجایی که بیگ جاستیس تقریبا نصف برایس هارپره، فاصله‌ای که باید توپو به اونجا برسونه هم نصف فاصله هارپره. میوازی پسر. امیدوارم غافلگیرم. و درست مثل بقیه تک به تکای این ویدیو، اگه بیگ جاستیس ببره این سر هزار تا براش کارت به کارت میشه و اگه برایس هارپر ببره این پولو به هر خیریه‌ای که دلش بخواد میدیم. میخوام هر جور شده برایس هارپر رو ببرم. ولی باید تمام تلاشتو بکنی. باش میتونی یه عالمه لپ لپ بخری. آره فکرم پیشش. بیگ جاستیس از دست دادی. آره بیگ جاستیس هیچ شانسی نداره. من خیلی ترسیدم. هر کدوم 10 تا ضربه میزنن ببینیم چند تاش هوم ران میشه. برو پایین. این یکی که فکر نکنم بشه. پایین. امکان نداره. امتیاز نگیره. هیچکی بی‌نقص نیست دیگه. کالر بگیرش. من اینو نمیگیرم. اینم خورد به دیوار. رقابتی سر $100,000. اینو بد زد. آی خدای من. پسر این شاید هوم ران بشه. نه. یه دونه از 3 تا. برو رو مخش. برو بالا. وای فقط انقدر مونده بود رد بشه. از پارک بیرون رفت. خیلی باحال بود پسر. تا اینجا فقط 2 تا از 6 تا. این داشتمونم که مناطق محروم در اومد. تو خیلی خفنی برایس. ای وای این یکی کلن از استادیوم رفت بیرون. واسه پرایس باید استادیومای بزرگتری بسازن. تو میتونی. ایول 3 تا از 8 تا. اگه فقط 3 تا بزنی احتمالاً پوزشو بزنی. اینه که بدی. میخوره به گیتار. یه هوم ران دیگه. من بریدم. ببینیم پنجمیشم میزنه یا نه. 4 امتیاز از 10. وای پسر خیلی خستم. بریم تو ایت کارش. کنی پسر. جاستیس ممکنه هارپر رو شکست بده. داداش میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم. به وجد بیاره. زمان صفویه فن خودت بودم. ایت کنی داداش. آره. میدونی تنها مشکلش چیه؟ این که شماره تو رو نپوشیده. تقصیر طراح لباس بود. 5 تا هوم ران بیگ جاستیس قراره بهتره کنه. بوم. 5 تا میخوای میتره کنی پسرم. ببی پسر. باریکلا. اولیشو زد. این میگن بوم. 4 تا دیگه بزنی حله. دومیش که خوب نبود. ولی خوب زدی. آفرین. نه یکم فاصله داره. خیلی خوب. اشکال نداره. خوبه تو میتونی پسر. یکی دیگه هم زد. آفرین. هوم ران زد. ایول بو. همینه پسر آفرین. دیگه بزنه میبره. من به پسرم ایمان دارم. تو میتونی پسرم. نصف راهو رفتی. باریکلا. همینه. 3 از 5. 2 تا دیگه بزنی بردی. تو میتونی. هنوز فرصت داری. اب نداره برو بعدی. برو. 3 امتیاز از 7 ضربه. بجان پسر ایوان. خانواده عزیز نمیخواین پسرتون رو تشویق کنی؟ میخوایم بگیم بیگ جاستیس بزن بهتره کن. ایتره کنی جیگر. ایول الان دیگه مساوی شده. آره. همینجوری بزن زیرتون. لحظه عمرم. گوش کن 2 تا ضربه دیگه داری. فقط کافیه یه دونشون رو بزنی تا برنده شی. یالا تو میتونی. زود باش پسر تو میتونی. یکی دیگه بزن بری. زد هوم ران شد جیگر. ایول. آره.
داره زمین میدوه. ادامه بده. برایس هارپر رو شکست دادی. وای نمیدونستم از اینا میزنن. پرام ریخت. ای تو هم ریخت. نگاش کنه خیلی خوشحاله. افتخار میکنم. خدایی خفن بود. ولی صبر کنین تا مسابقه تک به تک رونالدو با یه آدم معمولی رو ببینید. ولی قبل از اون بریم سراغ رقابت یه گلفباز تازه کار و حرفه‌ای. در سمت چپ من برایسون دشامبو ایستاده، برنده 2 دوره مسابقات قهرمانی گلف. و در سمت راست من جناب آرون. مطمئنم همه توافق داریم که برایسون گلفباز بهتریه. آره. بنابراین سوراخ جناب علی قرار 50 برابر بزرگتر از سوراخ برایسون باشه. $100,000 جایزه داریم. اگه تو ببری فردا برات کارت به کارت میکنم و اگه تو ببری میدمش به هر خیریه‌ای که بخوای. این سوراخه اینقدر بزرگه که من توش جا میشم. سوراخ‌ها بیشتر از 300 متر اون طرف‌تره. به نظرت با چند تا ضربه توپتو میندازی تو سوراخ؟ 4 تا ضربه. شایدم 3 تا. به نظرت میتونی کلا با یه ضربه توپو بندازی تو سوراخ؟ آره میندازمش تو سوراخ. یه ضربه منطقی نیست میدونی؟ ژنتیک. پس ژن خوب داری. ببینیم چی میشه. $100,000 جایزه. هر وقت حاضر بودی باره. اوه هم بریم برایسن. ضربه خیلی خوبی بود. ممنون برایسن. واقعا شگفت زدم کردی که ننداختیش تو آب. عالی بود. ممنون. وای خدای من. زود باش دیگه. یه ضرب برایسن بزن. یه ضرب فقط. یکی از بهترین گلفبازای زندگی دنیا. داداش من که نمیبینم کجا رفت. ممکنه خیلی اونورتر رفته باشه پسر. راستش ممکنه تو آب افتاده باشه. داداش سوراخ اونوره، توپ تو رفت اون طرف. از قبل اولین ضربت چه امتیازی میدی؟ خوب نبود. خب توپ تو رو پیدا کردیم. چون رنگش آبیه و همونطور که میبینید میتونه مستقیم بزنتش سمت سوراخ. اگه برایسن تو آب انداخته باشتش من از اون خیلی بهترم میتونم. میخندی؟ باید بری توپ تو پیدا کنی. چون برایسون میتونه توپو دورتر بزنه دلیل نمیشه برنده بشه. پس قبل از ضربه آرون بریم ببینیم برایسون جریمه شده یا نه. داریم دنبال توپش میگردیم. الان نزدیک سوراخاییم. به نظرم باید نزدیک بخش سبز باشه. اگه باشه. دید. اصلا خوب به نظر نمیرسه رفقا. آره اصلا معلوم نیست کجاست. نه. توپ افتاده بود توی آب. بنابراین وقتی توپشو از آب میاریم بیرون در واقع یه ضربه واسه اون حساب میشه. یعنی اون الان باید سومین ضربهشو بزنه. واو. خب آرام ببینیم چند مرده علاجی. از لحاظ فنی میتونه الان بزنه و $100,000 برنده بشه. بودن یا نبودن؟ وای کجا رفت؟ درست انداختش سمت سوراخ. خیلی باحال بود. او درست بغل توپ توئه. چی؟ احتمالش خیلی کم بود اینجوری بشه. با بازی من و اون احتمالات عجیبن. در ضمن ازت تعریف کردم. ممنون. اولین تعریف امروز. اپلیکیشن یاهو اسپورت رو داری؟ آره واسه فوتبال فانتزی. آره دقیقاً و ازت پرسیدم به خاطر اینکه اسپانسر امروز من. واقعا جیمی الان داره تبلیغ میره وسط این لحظه حساس. این یه ضربه خیلی مهمه. بنابراین بنده در حین زدن این ضربه بهتون بازی جدید یاهو اسپورت رو معرفی میکنم. او این ضربه رو خوب زد. ایناش خیلی نزدیکه. میتونیم ببینیمش چون آبیه. خوب زدی؟ فقط به برایسن همیشگی نیاز دارم که به هدف نزنه و منم مشکلی نخواهم. آره خلاصه دیگه. بازی دیلی درا یه بازی رایگان رو پلتفرم یاهو اسپورت. این ضربه خدایی خوب. پسر عجب ضربه‌ای زد. خوب به نظر میرسه. خیلی خوبه. نزدیکه. تو این بازی شما کارت گیرتون میاد و باهاش میتونید بازی رو پیش بینی کنی. اگه درست پیش بینی کنی جایزه میبری. خیلی خوب میزنمش داخل. باشه داداش بزن. به نظرت اگه اون ضربه رو تو میزدی میتونستی گلش کنی؟ برای منم سخته. جدی؟ آره. این یه فرصت خیلی بزرگ تو زندگیته. اگه بتونی گلش کنی $100,000 میبری. ای وای من. ای وای گیر کرد به چمن. بسوزد نوب سگی سوخت جگرش. من واقعا یکم دلم سوخت. چی شد داداش که اینجوری شد؟ میخوام به خیریه کمک. آره تو که راست میگی. قبل از اینکه بریم سراغ ضربه آخر همین الان میتونید اپلیکیشن یاهو اسپورت رو دانلود کنید. اگه شانستون بزنه و کارت مستر بیست هم گیرتون بیاد احتمال داره که $10,000 برنده بشه. از فردا تا 10 روز آینده روزی یه نفر برنده انتخاب میشه و یه برنده خوش شانس هم این فرصت رو داره که بیاد سر فیلم برداری یکی از ویدیوها و با من و پسرها سلفی بگیره. ای خدای من شوخی گرفته. باید میزدش برایسن. داداش یکم انگیزه لازم داریم. ما زن تو آوردیم اینجا بده انگیزه بده. داشتم از پشت بوتا میدیدمت. بله. بهش بگو اگه ببازم باز دوستش داری. نمیتونم این کارو بکنم. وای قلبم داره میاد تو دهنم. تمام تلاشمو ایوه تونستی. همینه. بسم بریم برایسن. داداش اینو ببازی تو اینستاگرام سوژه میشی. آفرین.
چون مساوی شدید من این توپا رو برمیدارم. آرون تو از اونجا میزنی؟ باشه. وای خدای من. اینم برای برایسون. زودتر رفت. خب ببینم چه میکنید. ببینیم کی میتونه مساوی رو بشکنه. یا خدا. وای نه. این موشک رفت داخل آبه. زنم داره بهم میخنده. صداش از همینجا میشه. تلاش شجاعانه‌ای کردم با بیایید کارو تموم کنیم. باری کلا چه ضربه ای زد. وارد گیرین شده. آرون توپو انداخت تو آب، بنابراین توپشو میندازیم اینجا و یه ضربه براش حساب میشه. بریم سراغ دوست حرفه‌ایمون. باید تمومش کنم. خب ضربهشو زد. تموم وای شد. توپ نرفت تو سوراخ، دوباره اومد بیرون. من تو گلف افتضاحم. نمیتونم از دستش خلاص 100,000 تا رو میخوای یا نه؟ به نظر خوب بود. میدونی چیه؟ از این بازی رد شد. اگه برایسن به هدف نزده بازم فرصت دارم. باعث افتخار و خوشحالیم یه بود. چیز بهت بگم حالت عوض شه؟ چیه؟ ما پرطرفدارترین انسان دنیا رو تو این ویدیو آوردیم، ولی قبل از اینکه بریم سراغ رونالدو اول برگردیم به پیست مسابقه، چون یه نفر دیگه قراره به مسافه نوآلایس بره و اون یه نفر کسی نیست جز چرا مستر بیست داره الان بهم زنگ میزنه؟ یو اسپید داداش، ببین کی اینجا. نوآ با هم مسابقه بده. میخوای ببازی پسر؟ الان استریممو قطع میکنم و خودمو میرسونم اونجا. باورم نمیشد ولی مثل چی خودشو رسوند. اوه آماده ای پسر؟ همه لحظات برای من ساخته شدن رفیق. ای میدونی که معنی اسمم سرعته دیگه. باز خودت لقبم گذاشتی؟ چه گوگلی؟ این بار اسپید سریعترین استریمر دنیا میخواد ببینه میتونه سریعترین مرد دنیا رو شکست بده یا نه. میخوام لقبشو بدوسم. تو المپیک هم کسی به اینو نگفته. پشمام پسر. ازت میدوزمش مرد. اگه تو دوباره ببری 100,000 تای دیگه به خیریت میدیم و اگه اسپید ببره 100,000 تا به یکی از فناش. بعد از قدم دوم همه امیدات از دست میرن و دیگه پاتو توی پیس نمیذاری. امیدوارم سرخورده نشی. اسم من اسپید پسر. قراره حسابی شوکه بشی مرد. خیلی خوب، این مسابقه قراره 50 متر باشه و اگه یه اتفاقی بیفته و اسپید ببره اون رسما میشه سریعترین انسان دنیا. خب بچه‌ها حاضرید؟ بزن بریم. میدونی چیه؟ بزن بریم جیگر. سر جاتون آماده؟ او دارم میرم. خیلی سریعه. وای باورم نمیشه، جدی ممکنه برنده شه. وای خدای من اسپید خیلی نزدیکه. وای خدای من اسپید خیلی نزدیک بود. مساوی شد. ویدئوش هست. آقا مساوی شد. میریم الان میبینیم. میگم مساوی شد. منو با پولم تنها بذار. خب بچه‌ها براتون این دوربین سوپر اسلوموشن آوردم تا نتیجه رو ببینید. من نمیخوام ببینم. داداش مساوی شد ببین. پس چرا نوار رو منه؟ چون چسبناکی داری عرق میریزی. تو هم داری عرق میخوای میکنی. این 100,000 تا رو به کدوم خیریه بدم؟ راستش دوست دارم بدمش به اسپید، اما بچه‌ای که باشون کار میکنم بیشتر نیاز دارم. ای وای. قبل از اینکه بریم سراغ رونالدو که آخرین مسابقه این ویدیوه، میخوام بهتون خبر بدم که 29 آذر بزرگترین ریالیتی شو ما منتشر میشه با 10 تا اپیزود پشم ریزون که قراره از آمازون پرایم پخش بشه. تو این سریال شما قراره چیزایی رو ببینید که فکتون میفته. اطلاعات بیشتر رو بعدم بهتون میدم، چون الان وقتشه بریم سراغ بزرگترین مهمونی که تا حالا تو کانالم داشتم، کریستیانو رونالدو. سر $1,000,000 این دوستمون که اینجاست یعنی خالد قراره با اسطوره فوتبال کریستیانو رونالدو یه رقابت تک به تک بره. داداش چیزی که بین تو این $1,000,000 که اینجاست وایساده این آقای رونالدوه. لباس خوشیام نما با مستر بیست پوشیدم. اون طرفدار شماره 1 منه. اون طرفدار توئه؟ من طرفدار شماره 1. داداش استرس داری پرت و پلا میگی، جمع کن خودتو، یه عالمه پول وسطه. قوانین رقابت ساده است. هر دوی شما به سمت اهدافی که توی دروازه است شوت میکنید. اولین کسی که 3 تا هدفو بزنه برنده است. و اگه خالد بتونه رونالدو رو شکست بده من بهش $1,000,000 پول میدم. میشه همینجوری بهم بدی؟ نه داداش، اول باید رونالدو رو شکست بدی. به نظر شانس چقدره؟ راستشو بخوای 50-50. نظر تو چیه؟ دوست دارم خود باور باشه. آره راست میگی. هر وقت حاضر بودی شروع کن. میلیون ها نفر دارن میبینن. ای وای. خب نتونست هدفو بزنه. رونالدو نوبت تو. خیلی خوب بزن بریم. ای وای جفتشون توپو از دست دادن. داداش فکر کنم این تنها شانسی بود که تو کل این ویدیو بهت رو کرد. شک دارم دیگه از این فرصت ها گیرت بیاد. آره
آفرین تونست اولین امتیاز رو از رونالدو بگیره. رونالدو داداش شرمنده. داداش داری رونالدو رو شکست میدی. وای اما 2 تا دیگه میخوای؟ راست میگه. فشارش خیلی زیاده. فشارش زیاد نیست، باید بکنم. بریم ببینیم بوز چی کار میکنه. یعنی بزرگترین زمان. ای الحق که بوزی. داداش میتونی میلیونر بشی یا فقط 2 تا دیگه میخوای؟ وای خیلی نزدیک بود. خب حالا نوبت رونالدوه، ببینیم مساوی میکنه یا نه. خالد دوباره به شانس نریا. حالت با این توپ میتونم بزنمش؟ توپو تبرک کرد. به خدا رونالدو میخواد من $1 میلیون ببازم. خب ببینم چه میکنی خالد. وای خدای من. در کمال ناباوری خالد الان 2 امتیاز از رونالدو جلو افتاد که یعنی تنها راه بردن رونالدو اینه که هر 3 تا هدفو بزنه قبل از اینکه خالد بزنتش. به نظرت میتونی هر 3 تا رو پشت سر هم بزنی؟ راستشو بگم نه. واقعا باشه. اصلا مطمئن نیستم. آیا این بزرگترین بازگشت تاریخ خواهد بود؟ ممکن آخریش باشه. این واقعا ممکن آخریش باشه. خالد الان این فرصت رو داره که $1 میلیون پول ببره. پولی که قرار زندگیشو واسه همیشه عوض کنه. خالد میتره کنی. موفق باشی. ممنون. دارشو خالی کنید. موفق باشی خالد. خیلی بهت افتخار میکنم. اینم از $1 میلیون. رونالدو داداش میشه بگی سابسکرایب کنه؟ آره هر کس که رونالدو رو دنبال میکنه باید مستر بیست هم سابسکرایب کنه. با اینکه اینو نگفتم ولی بازم قبول ویدیو رو تموم کن. 29 آذر قرار بزرگترین مسابقه‌ای که تا حالا ساختم یعنی 20 گیمز از آمازون پرایم پخش بشه. 1000 شرکت کننده و یک جایزه $5 میلیون. بزرگترین جایزه تاریخ سرگرمی. 10 قسمت هرج و مرج خالص. خیانت. با وجود بزرگترین جایزه تاریخ سرگرمی باید خودتون ببینید که چه اتفاقی میفته. این برنامه از هر چیزی که تا حالا تو عمرم ساختم خفن تره. همچنین جا داره بگم که این مسابقه رو میتونید با دوبله